طبیعتاً گرفتار شکست عاطفی میشن. قانون گرم تبدیل به پریشانی است. در چنین موقعیتی دیدن چهره‌های مختلفی مانند شما بزرگواران، شنیدن کلمات و جملات محبت‌آمیزی از قبیل این که ما را در غم خود شریک بدانید، آمده ایم به شما تسلیت بگیم. خدا عزیز شما رو ببخشد و بیامرزد. دیدن چهره‌های مختلف، شنیدن این کلمات محبت‌آمیز در کاهش آلام و رنج‌های ناشی از مصیبت والده تأثیر بسزایی داشته و دارد که معمولاً از دیگر شیوه‌ها چنین شرایطی حاصل نمی‌شود. بازسازی روحی و عاطفی یک خانواده مصیبت دیده در نتیجه حضور گرم و صمیمانه جمعیت‌های قدرشناسی مانند شما حاصل است. بر همین اساس تشکر ویژه می‌کنم از طرف پدر بزرگوارش جناب آقای علیرضا داوود نژاد که تأکیدش هم همین بود. تشکر کنید. واقعاً مهر و محبت شما دیدنی است برای این خانواده محترم و مراتب قدرشناسی شما از یک هنرمند نشان دهنده مراتب معرفت شما. کار چهره‌های خدوم و متعهد دیده میشه و این ارزشمنده. آقا رضای عزیز، تو در زمانی که در میان ما بودی محترم بودی و دوست داشتنی. حضور گرم و صمیمانه این جمعیت انبوه نشان دهنده این است که بعد از رفتنت نیز همچنان نسبت به تو اظهار ادب و احترام صورت می‌گیرد. این جمعیت در یک بدرقه معنوی حضور یافتند تا یادت را گرامی بدارند، تا تأسف و ناراحتی درونی خود با در گذشت ناهنگام آقا رضای عزیز شاهد بوده و هست. همه افسوس می‌کنند. امیرالمؤمنان علی بن ابی طالب علیه السلام فرمودند خالط الناس مخالطة ان متم معها بکوا علیکم. در معاشرت‌های اجتماعی، در ارائه خدمت به مردم به گونه‌ای رفتار کنید که وقتی از دنیا میرید همگان بر رفتن شما متأثر و متأسف باشید. و ان عشتم معها حنوا الیکم. به گونه‌ای زندگی کنید، به گونه‌ای معاشرت کنید که اگر زنده ماندید دیگران تمایل داشته باشند با شما ارتباط برقرار کنند، تمایل داشته باشند با شما انس بگیرند.